بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، برادران عزیز، خواهران محترم، موضوع 12 درس ما و شما رد مرض فکری و اعتقادی پرستش انسانهای وفات شده هست. در طول تاریخ ما و شما خواندیم که گاهی انسان‌های زنده پرستش می شدن و گاهی هم انسان‌های وفات شده پرستش می شدن. پس وقت ما و شما این موضوع را بخواهیم به شکل علمی و اکادمیک مطابق ارشادات الله متعال و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این بحث شروع بکنیم و سر از این بحث بکنیم، باید 3 بحث داشته باشیم در مورد انسان‌های وفات شده. بحث اولی است که سر اسباب پرستش انسان‌های وفات شده بحث بکنیم. چرا انسان‌ها پرستش شدن در طول تاریخ و چرا این سلسله تا امروز جریان داره؟ علتش چی هست؟ و ما و شما اگر این علل و اسباب مطابق آیات قرآن عظیم الشان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد بحث و تحقیق قرار بدیم، ان شاء الله تعالی بر وقایع فکر ما و شما بسیار ارزشمند است. پس بحث اول ما سر چی هست؟ اسباب پرستش انسان‌های وفات شده. بحث دوم، معالجه امراض پرستش مخلوقات در قرآن عظیم الشان. میبینیم که آیات قرآن عظیم الشان که ما و شما تفسیر از را میخوانیم، همین مرض انسان پرستی را، انسانهای زنده را خواندیم، مرضی که سبب میشه که انسانهای وفات شده عبادت شوند، این را هم معالجه آیات قرآن میکنه. کدام آیات است و چه قسم معالجه میکنه؟ این را باید ما و شما بخوانیم. بحث سومش سر از این هست که آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر از بین بردن از این مرض چی گفتن؟ در قرآن کدام آیات است و در احادیث کدام احادیث است که به شکل نمونه ما او را بخوانیم تا که این مشکل رفع شود. بحث اول خود شروع میکنیم. بحث اول ما سر چی است؟ اسباب پرستش انسانهای وفات شده. و دوستایی که میخواین عالم شوند و دانشمند شوند و دعوتگر شوند و در آینده بتانن خدمت خوبی بکنن، هم برای خود هم برای دیگران، اگر پیششان قلم باشه و کاغذ باشه و نوشته بکنن و یادداشت بگیرن، این بسیار مؤثر است. 10 سال بعد نوشته هایت میکشی و به یادت میاد که من این درس ها را خواندیم و خودت میتونی استفاده بکنی. اما اگر نوشته نکنی، یک وقت یک نام، یک آیت یادت میره و باز میگی کاش که امو وقت من نوشته میکردم. از این خاطر یک فرصت خوب است شما که زحمت میکشین. چی باید باشه؟ باید پیشکلتان یک کتابچه و قلم باشه. و از برادرایی که خیررسان هستن امیدوار هستم که اگر بتونن که همکاری بکنن، یک دانه کتابچه، یک دانه قلم برای کلگی توزیع بکنن. در غیر از کس میتونه بخره. یک قلم بسیار ارزان است، قلم ها دانی 5 روپیه 10 روپیه هم یافت میشه و کتابچه ها هم رقم میتونه آدم در 20 روپیه و 30 روپیه صاحب یک کتابچه شوه و یک ذخیره داشته باشی. فقط به شکل یک پیشنهاد بود، نه شکل اجباری. هر کس خودش میفهمه، اختیارش. خب اسباب پرستش انسان‌های وفات شده 5 سبب است. 5 سبب است. اول سببش افراط در شخصیت هاست. سبب دومش مکر شیطان است. د
اشخاص د پرستش اسباب پنځه دي. اول افراط پر شخصیتونو کې. السبب الأول الإفراط في الشخصيات الإسلامية. والسبب الثاني مكر الشيطان. والسبب الثالث الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الرابع التعصبات القومية أو الدينية أو المذهبية. والسبب الخامس مكر بعض شياطين الإنس كأمثال بولس وعبد الله بن السبا اليهودي. پنج سببه که سبب افراط در پرستش شخصیت ها می شد داری. اولش افراط در شخصیت هاست، اسباب پرستش انسان های وفات شده. سبب اولش افراط در شخصیت ها. سبب دومش مکر شیطان. سبب سومش جهل به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبب چهارمش تعصبات است، تعصبات دینی و مذهبی و قومی و زبانی و غیره. سبب پنجمش مکر شیطانهای انسانی که مثلا یک شخص به نام شاول ترتوسی یا پولس که سبب شد که نصرانی ها پیروان عیسی علیه السلام از توحید به تثلیث و مخلوق پرستی رو بیارن و امی قسم عبدالله ابن سبا یهودی بسیاری از مسلمان ها را به مخلوق پرستی کشان. عالم په پښتو وایو پنځه اسباب دي. اول افراط په شخصیتونو کې. دوام د شیطانونو مکر، د جنی شیطانانو. دریم سبب جهل او بیخبری د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. څلورم سبب تعصبونه دي، کله قومي، کله مذهبي، کله سمتي، کله ژبنیزي. او پنځم سبب د انسانی شیطانانو مکرونه دي، لکه د پولس چې د عیسی علیه السلام پیروان توحید نه تثلیث ته وکاږل، او همداسې عبدالله ابن سبا یهودی چې دا هم سبب سو چې ډیر مسلمانان هغه وسطیت نووزي، افراطیت ته او بالاخره د مخلوقات پرستش ته مخ راوړوي. میم سر سبب اولش بحث میکنیم. اولش افراط در محبت شخصیت ها. الافراط فی محبت الشخصیت الاسلامیه. یکی از علمای افغانستان به نام شمس الدین افغانی یک دکترا نوشته کرده. در دکترایش زیادتر امی بحثا را گنجانیده که پرستش مخلوقات و رد علمای احناف در این رابطه. رساله دکترای خود نوشته کرده. یه عالم میگه که افراطگرایی در مورد شخصیت ها قبل از نوح علیه السلام شروع میکنه. میگه در وقت نوح علیه السلام چی مشکل بود؟ میگه الناس کانوا فی طاعت الله یسیرون. مردم بعد از آدم علیه السلام چون اصل در خلقت انسان ها اصل انسان خلق شده و بعد از این الله متعالی انسان کرامت داد و نخستین انسانی را که بر روی زمین خلق کرد آدم علیه السلام بود و به آدم علیه السلام نبوت داد، یک نبی معظم بود و بر از این صحائفی که یا احکامی که از جانب الله برش علمی که برش داده شد و علم آدم الاسماء کلها. طبعا در جمله از این نامهای بسیاری بوده، به خصوص نامهای که ضرورت اعتقادی و فکری و اندیشه آدم علیه السلام مرفوع ساخت. این چیزا را الله متعال به آدم علیه السلام داد و علومی را برای آموختند که حتی ملائکه او را یاد نداشتند و این سبب شد که ملائکه به شخصیت عالی و کرامت و عزت آدم علیه السلام اعتراف بکنن. آدم علیه السلام خودش هم نیست یک موحد و همسرش هم یک موحد در قرآن عظیم شان معرفی شده و لغزشی گناه کردن و دوباره الله متعال برشان تعلیم داد. فتلقى آدم من ربه. پس یاد گرفت آدم علیه السلام از پروردگار خود بسیار چیزها را، خصوصا دعاها را. ربنا ظلمنا انفسنا، امی دعا را الله متعال برش تلقین کرد و
به اساس رحمت خود و این سبب شد که همین دعایی که برش آموختانده شد که آدم علیه السلام دوباره به رحمت الله به و توبهش قبول شود و من حیث یک نبی مکرم الله متعال بر از او پیام خدا بفرسته. به هر صورت از زمان آدم علیه السلام تا زمان زیادی چی بودن؟ مردم موحد بودن. یعنی اصل عقیده توحید است، اصل عقیده توحید و یکتاپرستی هست. لکن با گذشت زمان بعضی از اولادهای آدم علیه السلام اینا به اشتباه رفتن و از این خاطری عالم میگه که الناس کانوا فی طاعت الله یسیرون، مردم همه در طاعت الله بودن و علی شرع الله یسلکون، به مو شریعتی که الله متعال تعیین کرده بود اینا میرفتن. والله وحده یعبدون، و الله را به یگانگیش عبادت میکردن. و ایاه یوحدون، و خاص الله را به یگانگی یاد میکردن. فکان یتحین لهم الفرص لاغوائهم بطرق ابلیسیه سریه شیطانیه مزخرفه. شیطان همیشه در سعی و تلاش بود که چه قسم، چون شیطان همی برنامهش بود و پروژهش بود که باید اولاد آدم علیه السلام منحرف بسازه و برای انحراف از این همیشه سعی و تلاش میکرد. و تا زمانی که مردم افراطیت نمیکردن در عقیده، یعنی مخلوق پرستی نمیکردن و در محبت مخلوقات افراط نمیکردن، خالق میشناختن و صفات خالق به خالق باور داشتن و پیغمبر در منزله بشر میشناختن، وسطیت در قسمت از هم در نظر میگرفتن و انسانها را ولو که نبیین بودن، صدیقین بودن، شهدا و صالحین بودن، بر از اینا صفات برتری را نمیدادن و میفهمیدن که انسان هر قدر رتبهش بلند شود باز هم یک مخلوق است، یعنی صفات خالق به او نسبت داده نمیشه. صفات خالق است و صفات مخلوق است. درست است الله متعال بر مخلوق بسیار عزت و کرامت و نبوت و رسالت و ولایت و همه چیز میته، لکن صفات خدا برش نمیته. پس انسانی که عقیده درست داشت، اینا هم یک عقیده داشتن، الله را میشناختن و امی قسمی که الله را میشناختن با صفات افعالش میشناختن، پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، اولیاء الله را میشناختن. لکن امی عزتی که نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین داشتن که همه از اینا اولیاء الله هست. وقتی که ما به شما بگیم اولیاء الله کی هست؟ نبیین هستن، صدیقین، شهدا و صالحین، این همه اولیاء الله هست. انالی اولیاء الله هر کدامش عزت خدا دارن، کرامت خدا دارن، برتریت خدا دارن. از ما و شما که در رتبهشان عالی تر است، بلندتر است. ما به مقام و منزلت اولیاء الله باید چی داشته باشیم؟ ایمان داشته باشیم. حتی اگر ما مرد هستیم، یا کسی را در قرآن الله ولی خود معرفی میکنه، ما به اون زن احترام میکنیم، لکن در چوکات مخلوق الله هست، عزت داره. مثلا بی مریم ولی از اولیاء الله هست، در قرآن عظیم شان معرفی شده. در قرآن عظیم شان در جمله خانم ها مثلا بسیار زنهای هستند که ولایتشان در قرآن بیان شده هست. کی است از جمله از ولیایی که زن هستند؟ مثلا خانم فرعون یک زن از جمله اولیاء الله بود. بی هاجر خانم ابراهیم علیه السلام از جمله اولیاء الله بود. متوجه هستیم؟ اینو میخواستیم در قرآن عظیم شان مثلا برای ما و شما بی عایشه صدیقه رضی الله عنها که چندین آیت قرآن درباره پاکی و عفت از آمده، این هم از اولیاء الله بوده. به این شکل بی مریم، یا مریم و ان لک هذا، ای بی مریم از کجا شد بر توی خوردنی ها یا میوه های تابستان که در زمستان برش میامد یا در زمستان از تابستان میامد؟ پس بی مریم هم یکی از اولیاء الله بود. آل ولایت بی مریم هم ثابت است، لکن ما و شما در قسمت ولایت از اینا چی میکنیم؟ امو وسطیت در نظر میگیریم. در ولایت از این شخصیت ها هیچ شک نداریم. صحیح؟ ولی الله هستن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. پس قرآن عظیمشان تفسیر میکنه اولیاء الله بالایشان خوف هم نیست، ترس هم نیست. الذين آمنوا وكانوا يتقون، دو صفت دارن که ایمان است و تقوا هست. و هر کسی که ایمان و تقوا داشته باشه او به شکل از اشکال
ولی الله هست و در بین اولیاء الله هم رتبه بعضیش بلند است، مثل نبیین رتبهشان بلند است، بعد از اونها صدیقین است، بعد از اونها شهدا هست، بعد از اونها صالحین است. این قسم تقسیم بندی و فصل بندی اولیاء الله میشه. ما و شما به کلشان ایمان داریم و احترام داریم، لکن افراد در شأن از اینا سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که بعضی اوقات باز از خالق پرستی به کجا انتقال پیدا میکنه؟ به مخلوق پرستی. از این خاطر شیطان در طول تاریخ همین قسم سعی و تلاش میکنه که چه قسم انسانها را به مخلوق پرستی بکشانه، چه قسم انسانها را افراد در قسمت اشخاص شود. وقتی که یک شخص درباره از او زیاد افراد شد، بالاخره این سبب چی میشه؟ سبب میشه که با صفات الله را به این شخص میتن و وقتی که صفات الله را به این شخص دادن، بناهن این شخص یا زندهش یا مردهش عبادت گرفته میشه و وقتی که عبادت شد خود به خود شرک میشه. یعنی در طول تاریخ اساس شرک، بت پرستی و قبر پرستی چی بوده؟ محبت افراطی شخصیت های بزرگ اسلام، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بودن. بله، یه عالم میگه شیطان همیشه فرصت طلبی میکرد. چی فرصت طلبی میکرد؟ فرصت میخواست که چه قسم این انسان ها را از امو طریقی که آدم علیه السلام بمو روان بود، از این طریقه را منحرف بسازه. فکان یتحین لهم الفرص لاغوائهم بطرق ابلیسیه سریه شیطانیه مزخرفه. همیشه بر از اینا چی میکرد؟ یک راهی را به شکل ابلیسی شیطانی. شیطان همیشه جنگ فکری میکنه، از جنگ چیزا میکنه، جنگ مسلح هم میکنه، لکن زیادتر چالش چی است؟ جنگای فکری هست. این همیشه فرصت طلبی میکرد که چه وقت یا حداقل وسوسه کنم که اینا افراد کنن در محبت زیاد شخصیت ها. خب بالاخره چی کرد؟ فلم یتمکن من ذلك، میگه این امکانات پیدا نکرد الا ان توفی بعض الصالحین، تا ای که بعضی از مردمای نیک چی شدن؟ وفات کردن. وقتی که وفات کردن، الذین لهم مکانة فی قلوبهم، این انسان ها چی داشتن؟ یک مکان و جایگاه و مکانت جایگاه در دلهای از اینا داشتن. اینا او رو دوست داشتن، این شخصیت ها را. آل شیطان از این محبتی که در بین از این افراد و بین همین شخصیت ها هست، از این میخواه به شکل مکارانه استفاده بکنه. بالاخره آمد شخصیت هایی که بودن مثل آمده که ود است و سواع است و یغوث است و یعوق است و نصر است. فحزنوا لفراقهم، یا بسیار جگرخون شدن بعد جدایی از اینا. وقتی که اینا رفتن فوت کردن، فحزنوا لفراقهم حزنا شدیدا، در فراق از اینا بسیار جگرخون شد. یعنی تر دې وخت پورې مسلمانان ټول په هماغه توحیدی عقیده وو. د دوی هماغه عقیده چې د آدم علیه السلام او آدم علیه السلام نبی د انبیاء او د هغه عقیده توحیدی عقیده و الله ورته ښوولی. شیطان څه کول غوښته چې د خلک ګمراه کړي، دې ته منتظر و چې څه وخت دا فرصت پیدا کی، دا چانس پیدا کی چې دا خلک د توحید نه شرک ته راوړوي. په دې وخت کې بعض شخصیتونه چې ښه خلک وو، دوی له دنیا نه لاړ، وفات سو. نو شیطان له همدغه فرصت نه اوس استفاده کوي. چه قسم استفاده میکنه؟ فاحتال علیهم الشیطان وسول لهم امورا استدرجهم بها الى ان عاكفوا على قبورهم فعبدوهم. آهسته آهسته میگه درجه به درجه. سعی کنین وقتی قرآن عظیم شان برای ما و شما میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اولین خطوه شیطان چی است؟ اولین خطوه شیطان در عکس گرفتن است. همین عکس گرفتن که است، این بسیار خطرناک است، در طول تاریخ بسیار خطرناک بوده، چون مصور الله هست و کسی که تصویر میگیره ای در حقیقت خود میخواد که یک صفت الله را بگیره. و اشد العذاب، سخت‌ترین عذاب در روز قیامت برای کی هست؟ برای کسایی که تصویر کشی میکنن، یا مجسمه میسازن یا رسامی میکنن زنده جان ها را. شیطان آمد از رسام های از اینا استفاده کرد. اول از رسام های استفاده کرد من حیث یک هنر. هنر من نمیگم هنر بد چیز است،
بعضی اوقات وقتی که شما عیب یک کسی را میگن او فوراً بر تو میگه که تو هنرمند کاملا خوش نداری. نه، ما بسیار هنرمندای در طول تاریخ داشتیم، مثلا بسیار خطاطای ماهر بودن، نقاشهای بسیار، هنر خطاطی، هنر نقاشی، هنر میناتوری، هنرهای مثبت و خوب بسیار زیاد بوده. هر چیز که از جهتهای مثبت خود داره و جهتهای منفیشه. وقتی ما جهتهای منفی یک چیز را نقد میکنیم، کسایی که گپ ما را نمیخواین بفهمانن یا او را میخواین غلط تفسیر بکنن، او را فوراً سر کلش، مثلا اگر شما بگین که اولیاء الله را پرستش نکنین، اینا باز نمیگن که یا میگن که اولیاء الله را قبول داریم، دوستای الله هستن، خوب مردم هستن، لکن پرستششان نمیکنیم. گپ مایی است. اونا میگن که اصلا اینا اولیاء الله را قبول ندارن. پس از طریق مغالطه میخه شیطانای انسانی، بعضی اوقات شیطانای انسانی خطرناک است از شیطانهای جنی کده. پس این شیطان انسانی در فیسبوک خود میه اما گپ ما را به شکل درستش که باید بفهمه و یا بیا از ما پرسان کنه که وقتی اینی گپ گفتی هدفتان چی هست، او را فوراً مغالطه میکنه و باز بر مردم میگه که والا شما سعی کنین اینا اولیاء الله را دوست نداره. نه، دوستی و محبت اولیاء الله جز عقیده هر مسلمان است، اما افراط در این محبت اینی حرام و ناروا هست. متوجه شدین؟ شما همیشه کوشش کنین که گپ دقیق بفهمین و اگر احیانا نفهمیدین از استاد پرسان بکنین. شما کسایی که اخلاص دارین و با جنگ فکری شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی هیچ وقت فریب نخورین. او کسی که فریب میخوره دلش بخوره فریب دلش، اما انسانی که اخلاص داره و انشاءالله او رو فریب داده نمیتونه. پس اینجا شیطان اومد چی کرد؟ اول از طریق هنر رسامی چی کرد؟ مردم منحرف ساخت. گفتن والا این بسیار خوب آدم است، فوت کرد. الا این چقدر شما دوست داشتین، کدام کسی رسام نیست که یک رسم زیبایی از بر ما بکشه؟ یک کسی پیدا شد گفت من بسیار رسام ماهر هستم، چهره از او در ذهنم است، بتی کاغذ قلم میساب گرفت رسامی کرد. تصویر زیر آوردن نصب کردن، در کجا ماندنش؟ ایره گرفتن در دیوارها نصب کردن. چی کردن؟ رسما را گرفتن آوردن در کجا نصب کردن؟ اول در مجلسی که میشیشتن، آغازش اول در مجلسی که میشیشتن میفتن او جای از این شخصیت خالی است، چوکی رو برش میمانن، قرار اینجا یک وقت خوی جناب قاری صاحب یا جناب شخصیت بزرگوار خودی چوکی میشیشت، پس در چوکی از این کس نشینه، ایواز چوکیش میریم چیشه میمانیم؟ عکس شمانده. پس اون که شد تعداد عکس زیاد شد، از مجلس عکس ها رو برداشتن، اینجا خوب بود، در دیوالای خانه های خود چی کردن؟ نصب کردن. و هر وقت که تیر میشدن باز دیگه امو پدرش یا پدر کلانشون از عکس سایل میکرد و برش احترام میکرد که قربانت شوم، چی شخصیتی بودی، چی بزرگی بودی، چه قصد تو چیزایی آموختیم، چقدر خدمت کردی، قربانت شوم تو شوم. این شد. این سلسله اول که این پدرها فوت کردن، شیطان گام دوم خودش شروع کرد. خطوه اولش در یک نسل بود، نسل اولی. فهمیدین؟ پلانهای شیطان گاهی قصیر المدت می باشه، گاهی طویل المدت می باشه. خطوات شیطان پروژه می باشه. پروژه قصیر المدتش هم می بود که رسامی کرد. پروژه طویل المدتش چی بود که وقتی ایریش سفیدا و کلانایی که تصاویر از در دیوارهای خود ماندن و احترام میکردن، وقتی که اینا رفتن، شیطان باز آمد بر از اینا وسوسه کرد و بر از اینا گفت که چرا پدرای شما یک سال در دیوارها نصب کرده بدن؟ چرا اینا رو احترام میکردن؟ شما باید بخیزین احترام بکنین. چی احترام بکنیم؟ شما بهترتر وقت مثلا رساما زیاد بود، آل فعلا رسام هم است، مجسمه ساز هم است. بخیزین از اینمی تصویرها چی جور کنین؟ مجسمه هایش جور کنین. یا خیستن از این تصاویری که در خانهشان بود، به خاطر محبت زیادی که برازی پیدا کرده بودن، مجسمه های از این جور کردن. در هر خانه مثلا از این شخصیت ها را مجسمه هایش در هر طرف ماندن. باز آمد برشان گفت که شما وقتی که بر از اینا قدر احترام دارین، چرا قبرهای از اینا را تو عادی ماندین؟ سابق قبرها که بود یک بلستم و خاک خودش سرش میماندن، شما چرا یک قبری قسم یک بلستک ماندین؟ بخیزین شخصیت احترامش نداره؟ نمیخواین که محترم باشه؟ بخیزین قبر از اینا خوب زیبا بسازین.
کلانش کنین، گنبد جور کنین، قالینا را فرش کنین، چهار اطرافش مجلس بگیرین، این بگیرین. خب این کارها را به اساس چی کردن؟ محبت افراطی را هم کردن. یک تعداد مجسمه هایش ساختن و یک تعداد دیگر چی را ساختن؟ قبرهایش ساختن. این شد گام دوم شیطان. گام اولش تصویر پرستی، گام دومش مجسمه سازی و قبر سازی. هنوز پرستش شروع نشده. بعد از اینکه مردم وقتی که ساختن، حال دیگه مردم مثلا در مجالس خود میرن در این قبرستان ها و میشینن و این مجسمه ها در جایی که نصب است میرن پیش از این مجلس میگیرن و خوب یک جایی که لوکس است اون را مثل وادی عید و خوشی ها میرن در نزدیکای از او خوب جای جور کردن در اونجا میشینن. گام سوم شیطان شروع شد و آمد بر از فرزندای از اینا گفت که شما این شیطان هایی که انسانی و جنی بودن پیش از این آمدن برشان گفتن چرا پدرایتان قبرهای از اینا را ساختن؟ چرا مجسمه های از اینا را ساختن؟ سعی کنین براتون یک فلسفه جور میکنیم. برای جای چی جور کرد؟ یک فلسفه جور کرد. این هم فلسفه شیطانی هست. او فلسفه چی بود که برای آمد جور کرد؟ برشان گفت که الله متعال تشبیه کرد به امرای پادشاه ها. گفت او مردم این خالقی که شما او را عبادت میکنین این مثل چی واره است؟ مثل پادشاه ها واره است. وقتی که گپ گفت آل کسایی که علم داشتن و معرفت داشتن و میفهمیدن این خبرش میگه که الله مثل پادشاه نیست. لیس کمثله شیء. الله مثل پادشاه نیست. ولی اینا چون این گپ نمیفهمیدن آهسته آهسته جهل در بین از اینا شد و مخلوق پرستی به شکل افراطیش رواج پیدا کرد. در اینجا چی کرد؟ آمد شیطان برشان گفت که این خالقی که است این مثل چی واره است؟ پادشاه واره است. وقتی که مردم قناعت کردن گفتن ها خالق مثل پادشاه واره است. پس وقتی که خالق مثل پادشاه واره است شما عقل دارین، پادشاه تو را مستقیما میمونه پیشش بری؟ تو عاجز آدم، غریب آدم، بیچاره آدم کی تو را میمونه پادشاه که پیشش بری؟ یا گفتن ها پیش کی میری؟ گفت ما میریم مثلا یک کسی از اقارب پادشاه را پیدا میکنیم، وزیرش را پیدا میکنیم، سکرترش را پیدا میکنیم، رئیس دفترش را پیدا میکنیم، پیش از او عریضه خدا میتیم، بازو عریضه ما را بر کی پیش میکنه؟ بر پادشاه پیش میکنه. خب گفت آل وقتی که خودتان گفتین که الله مثل پادشاه واره هست قناعت کردین؟ خودتان گفتین قناعت کردین و آل خودتان گفتین که پیش پادشاه مستقیما رفتن نمیشه، باید اول پیش کی بری؟ پیش رئیس دفتر و سکرترش بری. پس آل اینمی قبرها و اینمی مجسمه ها کس یا کی هستن؟ یا سکرترها و رئیس دفتر و مقربین کی هستن؟ پادشاه هستن. وقتی که شما اونجا میرین شما اینا را عبادت میکنین به خاطر چی بر از اینا نظر ببرین، قربانی ببرین، سجده بکنین، رکوع بکنین؟ به خاطر ازی که چی شوه؟ شما را به الله چی کنه؟ نزدیک بکند. سوره زمر آیت 3 است. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله متعال امی فلسفه بت پرستی را چی میکنه؟ رد میکنه. و امی دلیلی که بت پرستا میگن امیر در قرآن عظیم شان برای ما و شما ذکر کردن. امیر بیان میکنه. چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل الكتاب یعنی نازل کردن کتاب یا نازل شدن این کتاب که هست، تنزیل از این کتاب که هست، نزل ینزل تنزیلا. وقتی که این نازل کرده الله این کتابه، این منزل کننده از این نازل کننده و روان کننده از این کتاب از جانب کی هست؟ من الله، از جانب الله هست. پس این کتاب کتاب الله هست. از این چی ثابت میشه که قرآن کلام الله هست. ایمان داشته باشیم. اللهی که چی صفات داره؟ دو صفات الله را میگه. توحید صفات. العزیز الحکیم.
الله ذاتی است که عزیز است، با عزت است و غالب است. در وقتی که بسیار غالب است و قوی هست، با عزت هست، امی عزت و غلبه و قوت الله که است، الحکیم با حکمت است. وقتی که سعی کنین در اسماء و صفات، باز ما و شما میاییم خو اینجا علامت براتون میگم. در اسماء و صفات الله مثلا یک صفت الله هست عزیز، سیست، و یک صفت الله هست الحکیم. آل صفت العزیز و الحکیم وقتی که علیحده ذکر شود، العزیز یعنی الله ذات بسیار با عزت و ذات غالب است. ان الله غالب علی امره، غالب است به امور خود، یعنی تمام مخلوقات مغلوب میشن، برش یک فرصت میدن، لکن در نهایت مخلوق چی است؟ مغلوب است. الله عزیز است. دوم صفت الله است که الله متعال الحکیم است. در حکیم دو معنا هست، یعنی اول حاکم است، تمام قوانین و تمام ارزش ها را الله تعیین میکنه. ارزش ها را کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. دوم الحکیم یعنی هر فعل الله که است به امرای حکمت است. یعنی حکمت چی است؟ که هر کار را که میکنه مطابق اونمو چیزی که اونجا هست، امو کار مطابق تمام شرایطش انجام دادن، این حکمت است. پس الله متعال هم عزیز است و هم حکیم است. یک گپ نو دیگه که اینجا هستو چی است؟ العزیز کلگی میگه میفهمیم و الحکیم هم کلگی میگه میفهمیم. خیلی گپ نو دا کجا هست؟ گپ نو دا اینجاست که علما میگن، کسایی که تخصص دارن در اسما و صفات الله، میگه وقتی که دو نام الله با هم یک جای ذکر میشه، یک معنای دیگه میده. پس عزیز فهمیدی؟ حکیم فهمیدی؟ حالا یک معنای سومی پیدا میشه. معنای سومی چیست؟ که اونمو ذاتی که غالب است، اونمو غلبه و قدرت و عزت خود با حکمت استعمال میکنه. فهمیدی یعنی؟ مثلا انسان ها چی عادت دارن؟ یک انسان در یک جای کامیاب میشه، سر یک لشکر کامیاب میشه، از امو کامیابی خود غیر حکیمانه استفاده میکنه. مثلا یک وقت مجاهدین افغانستان تانستن روس‌ها را چی کنن؟ شکست بدن. روز گریخت، سرشان ترقید، غلامایش آمدن تسلیم شدن، سر خود ماندن و توبه کردن و گفتن صاحب بد کردیم، بگه این حکومت از شما باشه. لکن در امیجا اینا از حکمت استفاده کرده نتانستن، از پیششان چی رفت؟ همون وقت فکر خدا نگرفتن که تنها دشمنا، همین 4 تا دشمنه که ما شکست دادیم میخونه است، اونجا خود دشمنای دیگه هم در پشت سر ما هست. این دشمن شکست دادن، دشمنای دیگه چال نیرنگ کردن، خود از اینا را چی کردن؟ در اختلافات جنجالا مبتلا کردن، نامبدشان کردن و تا امروز میخیدن سرشان خنده میکنه. پس او دشمنایی که شکست خورده بودن، اونا هم خیستن، پس سر از اینا چی کردن؟ حمله را شروع کردن. پس مخلوقات که از در غلبه خود بعضی اوقات چی میشن؟ حکمت از پیششان میره. لکن اینجا معرفی میکنه که نه، الله متعال ات ذاتی هست، در وقتی که با عزت است و غالب است و غلبه حاصل میکنه سر مخلوقات، در اینمی وقت غلبه و قدرت خود ذات با حکمت است. شریعت را بر مردم روان میکنه که اون مردم از این شریعت منفعتشان باشه و کارهایی را سر از اینا میگذاره و برنامه‌ای را که بر از اینا تعیین کرده کلش حکیمانه هست. فهمیدین مقصد سومی از اینه؟ همیشه وقتی که دو نام الله در یک جای ذکر میشه، باز یک مفهوم جدیدی را چی میکنه؟ افاده میکنه که اون مفهوم باید بفهمیم. پس الله متعال میگه که این قرآن عظیم شان که کتاب هست که از جانب الله هست، این قرآن عظیم شان از طرف ات ذات غالب است. کلامی قسم که فهمیدی، قرآن این قسم ترجمه کو، تفسیر کو، باز بگو که قرآن عظیم شان که نازل شده، این کتابی که نازل شده از جانب کی نازل شده؟ الله نازل شده که او الله غالب است. غالب است که نمی کتاب خدا سر کل بشریت بقبولانه. متوجه هستین؟ لکن در وقت غلبه خود الله متعال چی است؟ با حکمت است. حکمت الله چی است؟ که در پذیرش اینمی کتاب بر انسانها چی داده؟ اختیار داده. پس این انسانها اختیار برشان داده شد. این حکمت و اراده الله هست. چرا اگر بر انسان اختیار داده نمیشد، باز انسان خوب و بزشت معلوم نمیشد. مثلا امی بینی و چشم کلگی کس نه،
این به اختیار خود انسان نیست. حال احیانا سعی میکنی یک نفر بسیار کافر خطرناک است، از ما تو که بسیار مقبول است. بعضی کسا در چهرهش بازی میخورن، میگه سعی کو یک اندو رو دیدم تو نورانی بود. اندو یک سکه دیدم خوب ریش کلان داشت، خوب نورانی بود، خوب بود قوارش تو ریش سفید داشت، خوب کالای سفید داشت، لنگیش هم خوب هم تو زدگی بود و خوب هم تو پاک میرفت دیگه. او این قسم است. بعضی کسا یک عقیده خرافی دارن، باز میگن که می خضر علیه السلام زنده هسته. کدام نفر صبحکی برآمده باز گفته اگه خضر دیدی و باز دستایش گرفتی و دعا بر داد باز زیاد پیسه دار میشی، در حالی که خضر علیه السلام وفات کرده و اگر زنده می بود باید پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد و چی میکرد؟ کلمه میخواند و رسالت رسول الله صلی چی میکرد؟ قبول میکرد. اوت یک روایت پیش ما و شما نیست. پس خضر علیه السلام موجود نیست و وفات کرده بود. ای که او زنده هست یک عقیده هم تو رواجکی هست بین مردم مانده. باز میگه دستای رو که ماچ کردی باز تو بسیار پیسه دار میشی. فلانی نفر از مویاش سفید بود باز میگه خضریست. به هر صورت کدام نفر صبحکی میره طرف چوک سایل میگه که یک نفره ریشی بسیار کلان و کالای سفید بسیار لوکس تراست، این رفته دیگه دستای رو ماچ کرده میره بر ما دعا بده. آخر برای گفت حال چی میگی؟ من ریش سفید آدم هستم، اینجا دکان تکه فروشی دارم، من دوستم برو لایم بده که سرم ناوقت کردی. پس آل وقت ما و شما میایم قرآن تفسیر میکنیم چی میگیم؟ تنزیل الکتاب، این قرآن عظیم شان نازل شده، این کتاب از جانب کی؟ از جانب الله. او ذاتی که چی هست؟ غالب است و حکیم است. غالب است یعنی با غلبه و قدرت خود میتونه که تمام بشریت چی کنه؟ تسلیم از این قرآن بسازه. اگر الله میخواست کلگی کلمه میخواند کلگی مسلمان میشد، لکن اراده الله متعالی بود که بر انسان ها چی بده؟ اختیار بده. این حکمت الله هست تا در روز قیامت انسانی که به جنت برده میشه با قناعت به جنت بره و انسانی که به دوزخ برده میشه قناعت حاصل شه که من مستحق دوزخ هستم. خود انسان 100% قناعت حاصل میشه که بله من دوزخ برده میشم به خاطر که من خودم اینی گناه را کردیم، این اشتباه را کردیم. این غلبه الله که در روز قیامت مالک یوم الدین است، همین غلبه و قدرت خدا با چی استفاده میکنه؟ با حکمت. پس الله العزیز الحکیم است. فهمیدین این مطلب؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما و شما گفتیم که اینجا سعی کنین انا و انزلنا گفته ضمیر چی آمده؟ جمع آمده. و ما و شما همیشه گفتیم که الله متعال در جایی که قدرت و عظمت خدا نشان میده کدام ضمیر استعمال میکنه؟ جمع را استعمال میکنه. و در جایی که توحید بیان میکنه کدام ضمیر استعمال میکنه؟ ضمیر مفرده، مثل قل هو الله احد الله الصمد الله لا اله الا هو الحی القیوم. متوجه هستی قاریسم؟ پس اینی جایی که هست اینال ضمیر جمع در جایی که الله متعال چی رو بیان میکنه؟ قدرت و قاعده را فهمیدی. باز قرآن چه قسم خواهی تفسیر میکنی؟ شما خود در آینده ان شاء الله استادای تفسیر میشین. ما امید مایز برتان دعا میکنم ان شاء الله که کل شما را الله متعال استادای تفسیر بگردانه، قرآن شناسایی که بر مردم کلام الله را برسانین. فهمیدین یعنی؟ اینال انا انزلنا را خواهی با این فهم چه قسم تفسیر کنیم؟ وقتی که یک چیز را فهمیدی قاعده چه باز همون قسم تفسیر کن. اینجا باز میگه که انا انزلنا، بگین که الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت و جلال خود نازل کردیم. فهمیدی یعنی؟ اینجا از نا چند معنی پیدا شد؟ انا انزلنا، نا از کلمه نا جمع چقدر استفاده شد که یعنی الله متعال با قدرت خود و عظمت خود و بزرگی خود و غلبه خود و حکمت خود الله میگه ما نازل کردیم این قرآن عظیم شان را الیک بسوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا چی ثابت میشه؟ درس عقیدتی میگیری؟ درس عقیده میگیری که محمد صلی الله علیه و سلم قرآن برش نازل شده. خود پیغمبر سسم در قرآن کدام کلمه اضافگی نگفته. چرا الله متعال در آیت قرآن میگه که اگر پیغمبر یک کلمه یک حرف در قرآن زیاد کنه لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ما باز دست راستش میگیریم شارگ و رگش شکم میشه کلش برش مثل که کت شمشیر بزنی پاره میکنیم. پیغمبر چیز را زیاد نکرده. پس قرآن که از برای رسول الله صلی چی هسته؟ منزل است. فهمیدین؟ یعنی وقتی قرآن را تفسیر میکنین باید اما تو با فهم کلمات کلمه به کلمه از قرآن باید عقیده تا چی کنی؟ جور کرده بیری. این حال کسی که میگه قرآن کلام محمد صلی الله علیه و سلم از به این آیت کافر میشه. چی میشه؟
چرا الله متعال میگه انا انزلنا الیک الکتاب، ما این کتاب که قرآن عظیم شان است ایره ما با قدرت و عظمت و جلال و غلبه و حکمت خود ایره بر تو چی کردیم؟ نازل کردیم ای رسول الله. پس تو یک پیغمبر هستی، رسول هستی که برات رساله آمده، تو همین رساله رو بر مردم میگی، از دل خود چیزه نمیگی. و وظیفه مسلمان هم همین قسم است. وظیفه کسی که در راه پیغمبر صلی الله علیه و آله، یکی کسی در راه پیغمبر میره، یکی پالوی پیغمبر میره، یکی از پیغمبر کده خدا پیش میسازن. سه قسم مردم است. خب فهمیدی؟ یعنی یکی متابعت است، فهمیدی؟ یکی چی است؟ متابعت است. یکی مخالفت است، یکی موافقت است. اینو من براتون نشان بدم. خب شما 3 نفر بیاین تو حال مثلا ما 3 نفر هستیم، این حال در پیروی از هر کسی که پیروی میکنیم، یکی متابعت میکنه هر طرفی که من میرم ای از پشت سرم میاد، این متابعت کرد نکرد، یا از پشت سرم میاد. این همراه من یک جای روان است، این متابع من است، متابعت از من نکرده. این چی است؟ این موافقت کرده، پالوی من چی کرده؟ روان است. این جناب کسی بیخی مخالفت کردن، این از من کرده پیش روان است. در شریعت اول، در نماز دوم. در شریعت هم بعضی کسا هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ متابعت میکنه. هر چی که پیغمبر گفت پشت پیغمبر میره. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. خلاص اختیار نداریم. چیزی که پیغمبر گفت ما از پشت سرش میریم. یک تعداد دیگه خدا گفت پیغمبر برابر کرده میره. ولی پیغمبر رو تو میگم، ما تو میگم. پیغمبر رو تو میگم، ما تو میگم. یه چی شد؟ این که پیغمبر متابعت نکرد، این چی کرد؟ موافقت کرد. که پیغمبر پیغمبر رو تو میگه، خب ما تو میگم، پس گپ ما و پیغمبر یک چیز به نام میره قبول دارم. یک از دیگه هنوز هیچ قصه گپ پیغمبر نیست، از خود دیگه چی کرده میرن؟ گفته میرن. بهتر چی میگی؟ از کجا اومدی؟ این صاحب ما اومدیم. الوا پخته کو، ال روز سه بگی، ال شب جمعه بگی، اگر چل بگو. در کجای قرآن و سنت است که این چیزا رو آوردی؟ نه، پدرهای ما اینا گفته. خو صحیح شد نه؟ در نماز هم شما اگر فکرتان باشه، یک کسی متابعت میکنه. متابعت چی معنی؟ وقتی که امام میگه الله اکبر، این میمونه که امام را ختم کنه، الله اکبر بگوید، بعد از الله اکبر میگه. میمونه که امام تا شب بازی پشت سرش تا میشه. این چی هست؟ این متابعت میکنه. امام میگه الله اکبر، این میمونه که امام ختم کنه، بعد از الله اکبر میگه. بعضی کسایی است که امام میگه الله اکبر، یا برای چی میگه؟ هر دوش میگه الله اکبر، که امام یک جای تا بالا. این متابعت نکرد، چی کرد؟ موافقت کرد. و موافقت با امام این سنت نیست، بدعت است. بعضی کسایی دیگه مخالفت میکنه. هنوز امام بیچاره ریش سفید است، هنوز ماندگی است، در نیم راه رسیده، این وقت سجده رسیده. اینو چی میگن؟ مخالفت میگن. پس ما و شما از پیغمبر سر چی باید بکنیم؟ متابعت بکنیم. جزاکم الله خیر. بفرمایید. این حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر الله یک کلمه در قرآن و در سنت در وحی یک کلمه از خود اضافه چیز نمیکرد. از این خاطر بسیاری وقتا تو میشه که از رسول الله صلی الله علیه و یک سوال میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم او سوال از 3 روز 4 روز یک هفته جواب نمیگه. چی میگه؟ جواب نمیگه. چرا رسول الله صلی الله علیه و ادب داره با امرای الله. رسول الله صلی الله علیه و با الله ادب داره و ادب رسول الله صلی الله علیه و با الله چی است؟ که وقتی یک سوال از پیشش میشه تا وقتی که حکم الله برش در وحی نامده ساکت است. خواندیم ما شما در سیرت نخواندیم. در مسئله روح که وقت پرسان کن رسول الله صلی الله علیه و چقدر وقت جواب نگفت؟ مان بسیار وقت تا که ملائکه آمد و برش جواب آورد. این خانمی که در سپاری 28 آمد به رسول الله صلی الله علیه و شکایت میکرد، خوله رضی الله عنها، رسول الله صلی الله علیه و چی که در مقابل شکایت از این خانم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، گفتم که یا رسول الله صلی الله علیه و تو مشکل دارم، این مشکل ما چطور حل کنیم؟ میشه است. و رسول الله صلی الله علیه و خاموش بود تا وقتی که آیت قرآن آمد و برش گفت که الله گپ تو را و گپ از این خانم شنید. و این مرد این قسم بگو، این قسم بگو. سوره مجادله آغاز آیاتش
بر ما و شما این موضوع رو میگه. پس اینجا ما و شما از این درس میگیریم که وقتی که اینا انزلنا الیک الکتاب بالحق، الله متعال میگه ما با قدرت و عظمت و بزرگی خود نازل کردیم به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم این کتاب. به چی نازل کردیم؟ به حق نازل کردیم. پس اینا از کلمه حق چی درس میگیرین جوانا؟ یک درس که آمدی 100 چیز یاد نگیم، یک چیزم که یاد بگیری پخته یاد بگیری. از کلمه حق یک چیز یاد میگیریم. ما یاد گرفتیم بر شما میگم. از این ما چی یاد گرفتیم و شما باید چی یاد بگیرین که وقتی الله متعال این کتاب از با عظمت و قدرت و حکمت خود نازل کرده و این به حق نازل کرده، پس تمام حقوق که از کجا هست؟ در قرآن عظیم شان است. حقوق انسان، حقوق بشر، حقوق اطفال، حقوق زنان، حقوق دختران، حقوق مردان، حقوق حیوان، حقوق نبات، تمام این حق از جانب الله شده. حالا کسایی که میگه ما مؤسسات حقوق بشر هستیم و حقوق انسان هستیم و این حقوقشان مخالف قرآن است، اونا طاغوت هستن نیستن؟ طاغوت هستن، سرکش هستن. چرا حق امو هست که در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. مثلا حق خانم ها، الله متعال وقتی که بر خانما حق میته به اساس غلبه و حکمت خود الله متعال حق تعیین میکنه حکیمانه. چه قسم الله با حکمت خودی حق تعیین کنه؟ مثلا برای یک خانم یک حق میته، لکن در پالوی از او حق برای از خانم عزتش و کرامتش و شرفش اول حفظ میکنه، باز او حق برش میته. پس زن میتونه که تحصیل بکنه، درس بخونه، لکن با چی درس بخونه؟ با شرایط حجاب و ستر و سپریت ایژوکیشن دو قسم است، یکی سپریت است، یکی کو ایژوکیشن است. کو ایژوکیشنش که است این سیستم دموکراسی است که زن و مرد خلط باشه. سپریت ایژوکیشن است که مردها علیحده بخورن، خانم‌ها علیحده بخورن. خانم‌ها با عزت و شرف خود باشن، با امو عزتش با حجابش باشه. پس این خانم هم درس میخونه، لیسانس میشه، ماستر میشه، دکتر میشه، عالم میشه، مثل بی عایشه وره رضی الله عنها تو عالم میشه که تمام صحابه میان از پیش ازی درس میگیرن، پرسان میکنن، فتوا میگیرن. بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چندین صفت داشت. حافظ قرآن بود، ادیب بود، شاعر بود. متوجه هستین؟ در پالوی ازی مفتی بود. شما در علم حدیث خوانید از کسانی که چی بود در مکثرین حدیث که حدیث بسیار روایت کرده کی است؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها است. یعنی او صحابه بزرگ که حدیث زیاد روایت کردن، یکی از بزرگای از یکی است ام المؤمنین مادر ما و شما عایشه صدیقه رضی الله عنها است. و او بی عایشه و برای اینا اقدر الله عزت داد که تا روز قیامت هر کسی که لا اله الا الله میگه این مادر از او هست. چی است؟ مادر کل ما و شما هست. متوجه شدین؟ پس اینال حقی که الله میگه، الله میگه ما این کتاب نازل کردیم بر حق. چه قسم تفسیرش میگیم؟ میگیم که این کتابه که الله متعال با قدرت و عظمت و جلال خود و با غلبه و حکمت خود نازل کرده به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کتاب به حق نازل کرده، یعنی تمام حقوق اصلی که حق است، واقعا حق است، این قرآن عظیمشان بیان کرده. پس اگه تو حق هر کس میتی مطابق قرآن و سنت اگه فیصله بکنی هیچ مشکل پیدا نمیشه. اگه مخالف قرآن و سنت فیصله کردی حتما در حق از او چی پیدا میشه؟ مشکل پیدا میشه. پس او ذاتی که این قسم عظمت و بزرگی داره که هم غالب است، هم حکیم است، هم قرآن نازل کرده، هم ارزش‌های حقوقی را این ذات بیان میکنه، پس باید فعبد الله، پس همین ذات باید عبادت بکنی. الله متعال میگه این باید عبادت کنی. این کسای دیگه را که شما عبادت میکنین نه عزیز است، به خاطر بیچاره خودش مغلوب است. وقتی که ملک الموت در جانش آمد روحش میگیره، روحش گرفت چی شد؟ غالب شد یا مغلوب شد؟ مغلوب شد. حکیم از بسیاری وقتا از پیشش خطا میخوره، بسیاری گپا. مثلا من بسیاری وقتا درس میدم، در ختم درس میفتم کاش کمی جمله را نمیگفتم. من میشه وقتی که درس میدم اول که در صنف داخل میشم، در زمانی که من در پوهنتون پوهانوال بودم، رتبه علمی ما گرفته بودم، وقتی که در صنف داخل میشم میفتم یا الله برای من غرور استازی و پوهانوالی را نتی، برای من تواضع و اخلاص رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بکن که همین جوانایی که پس پیش ما درس میخوانن ما خدمتگار و مزدور از اینا باشم.
نه آمر و مغرور در مقابل از اینا باشم. حتی در صنف که میرفتم همین قسم بسیاری وقتا در میدان پانتون که جوانا که سوال میکردن میشیشتم از بعض استادا سرم انتقاد میکرد تو چی عادت داری که تازی محصلین رفتی در روی میدانی شیشتی ما کتشون سلامشون حوالی که نمیگیریم محصل در مصنف بشناس اصلا که برام بدیم سلامش حوالی که نمیگیریم رابطه ما قطع است. باز من میگفتم شما کسین شما خفه نشین شما پیروای ابلیس هستین من پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود از اینکه رسول الله بود خاتم النبیین بود رهبر دولت اسلامی بود مؤسس سیاست اسلامی بود قاضی بزرگ جامعه بود رحمت للعالمین بود با تمام صفات عالی خود باز هم چی بود بسیار متواضع بود. یک غلام یک کنیز میامد از آستین رسول الله میرفت او طرف میبردش میگفت من سوال دارم رسول الله کاتش میرفت و سوالش چی میکرد جواب میداد. عمر رضی الله تعالی عنه اینم تو شخصیتی بسیار پادشاه روم و فارس از پیش میترسید لکن در نزدیک میامد عاجز که هیچ کس یک نفر برش یک گپ میزد یک ذره میفهم عمر غلط کردی میفهم سید غلط کردی لازمی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه در مقابلش استاد میشه. عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل امیر صحابه و تابعین رحمهم الله جميعا میه و عمر رضی الله تعالی عنه بیانیه میده رئیس حکومت است خلیفه مسلمان ها هست وقتی که میه با بسیار تواضع چیغ نمیزنه خشونت نمیکنه مردم بیاب نمیکنه و بسیار اخلاق عالی برشان میگه که ایها الناس ای مردم اسمعوا بشنوین ما میخوایم چند سخن بر شما بگویم. یک صحابی میخیزه به نام سلمان فارسی رضی الله عنه برش میگه والله لن نسمع قسم به الله است که گپت نمیشنویم. عمر رضی الله تعالی عنه سکوت چی موقفه که کل پیروایش است وزیرایش است کابینهش است قماندانای بزرگش از کلانا هست که سونه هر کس کم یک اشاره چشم بکنه اون نفر چی میکنه گردنش برش میپرنه. نه چون حق است و حق از کجا گرفته از قرآن عظیم شان گرفته. حالا حقی است که باید راعی خلیفه کلان بزرگ رئیس حکومت اسلامی چی کنه از رعیت انتقاداتش سر خود باید بشنوه. اینمی آزادی بیان اسلامی که داخل چوکات چی است اخلاق است و ایمان است. نه آزادی بیانه که بخی دشنام بده دعوا بزن توهین به مردم بکن نامش آزادی بیان بود. آزادی بیانه که حق است که در قرآن است. پس این میفهمه که الله برای حق داده حقش است که سر من انتقاد بکنه. برش نمیگه که چرا یا سلمان یا پیشانی خدا ترش کنه. حتی در الفاظ که روایت میشه در الفاظ میگه نمیگه که چرا سلمان میگه در بین عربا قانون است که عربها وقتی که کسی را زیاد احترام میکنه او را به نام پسرش یاد میکنه. برش میگه لماذا یا ابا عبدالله برش میگه چرا پدر عبدالله سکه او با تشدد قار حق خود مطالبه میکنه و میخواد که حق بر مردم برسانه. و عمر رضی الله تعالی عنه چه قسم برخورد و عکس العمل مثبت قرآنی مطابق کتاب الله و در چوکات اخلاق قرآن عظیم الشان حق هزینه میخواد برش بده و پرسانش میکنه لماذا یا ابا عبدالله برش میگه چرا پدر عبدالله چی اشتباه کردیم حتما کدام غلطی کردیم که گپ مرا نمیشنوی و میگی والله لن نسمع ما عربی قسم است که ما نمیشنویم. سلمان فارسی برش میگه که ما به خاطر از این نمیشنوم که پیرانه که تو پوشیدی همین روز است که عمر رضی الله عنه یک دانه پیران نو پوشیده یک دانه پیران یک لباس جدید پوشیده میگه این لباسی که به جان تو به تن تو هست سکن اونا حتی در لباسش او چی میکردن محاکمه میکردن و علنا و در مقابل کلگی. و برش میگه چی که در لباس میره میگه امید تکیه که به جان تو هست امید تکره بله. او روز ما و شما در یک معرکه رفته بودیم در جهاد در غنیمتی که گرفتیم وقتی که تقسیم بندی شد برای کلگی ما و شما سهم مساوی داده شد درست است. اگر 2 متر بود برای تو هم 2 متر داده شد برای ما هم 2 متر داده شد برای دیگرها هم 2 متر داده شد. ما که قدم هم پخش است و تنومندم نیستم و تو که ماشاءالله قدت هم بلند است و خوب چارشانه هستی الله بسطا فی العلم و الجسم به عمر رضی الله تعالی عنه داده بود مثل طالوت علیه السلام باره تو هم
جسم خوب قوی داری و هم قد بلند داری. وقتی او تکه برای من جور نشد، برای تو چطور جور شد که تو امروز را پیران جور کردی؟ یعنی در گپش غیر مستقیم این معنا هست که تو از مال غنیمت چی کردی؟ زیاده گرفتی. فهمیده یعنی؟ پس وقتی یک رهبره که در مال غنیمت و در مال بیت المال و در مالی که همه در اونا اشتراک دارن در او خیانت میکنن، از روش تو ما گپش و بیانش بشنویم؟ والله لن نسمع. تا که این مشکل حل نکنیم ما گپ تا نمیشنویم. عمر رضی الله تعالی عنه چون به حق بود و غلطی نکرده بود و انسانی که در راه حق و مستقیم باشه هیچ وقت از انتقاد کس متأثر نمیشه. بفرمایین انتقاد تا نبگوین. عمر رضی الله تعالی عنه برش گفت که پدر عبدالله اجازه میدی سکو، حالا هم در رهبریت حکیمانه پیش میبره. متوجه هستین؟ میخواد که بنده خالق خود باشه. الله متعال میگه باید اینمت انسان باشی. برش میگه ابا عبدالله اجازه میدی که امی مشکل پیراهن مرا که من چی مشکل داشتم، چرا ما این پیراهن پوشیدیم، امی پسر ما عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما امی بر شما قصه بکنه که اصل قصه پیراهن چه قسم است تا قناعت شما حاصل شد. سلمان فارسی میگه بفرمایید. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که کاکا اجازه هست؟ میگه بله. میگه کاکا جان لیست که اون مال توزیع میشد تکه توزیع میشد با یادت از اون ما هم اشتراک کرده بودم؟ میگه بله بودی تو. با یادت است که 2 متر بر ما قدر که بر خودت رسیده بود و پدرم رسیده بود بر ما هم رسیده بود؟ میگه بله. میگه پدرم امیر المؤمنین خلیفه مسلمان ها امروز میخواست که بیای بر شما خطبه بده و تصامیم خلافت اسلامی را بر شما بیان بکنه. لباس نداشت، دلم برش سوخت، دلم برش سوخت که لباس نداشت و تکه کفایت نمیکرد. من امو سهمه خود هم برای پدرم بخشیدم. مادرم از سهمه ما و سهمه پدرم برای امیر المؤمنین، برای خلیفه مسلمانان، برازی پیراهن ساخت و ایر پدرم پوشیده و آل آمده و بر شما خطبه میده. آیا اجازه میتیدش که گپ بزنه؟ سلمان فارسی رضی الله عنه برش میگه که تکلم یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنه، آل گپ بزن نسمع، آل مشنویم. اینی هست حقی که قرآن عظیم شان بیان میکنه و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که سلف صالح ما و شما هستن، اونا قرآن یک قسم فهمیده بودن و ما نیاز داریم که قرآن به مو شکلی بفهمیم که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه الله متعال میگه فعبد الله، بس الله متعال عبادت بکن. چه قسم عبادت بکن؟ مثل صحابه، مثل شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را عبادت بکن مخلصا. الله متعال بر ما و شما اخلاص اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بکن. فعبد الله، پس الله را عبادت بکن مخلصا، با اخلاص، له الدین، خاص دین برای الله. یعنی تو الله را عبادت بکن که دین فقط برای الله باشه. قانون دین الملک در سوره یوسف علیه السلام یعنی قانون ملکی. تو الله را عبادت بکن که هم ذاتش عبادت بکنی و هم قانون ساز الله متعال بگردانی که او تعیین قوانین میکنه، یعنی شارع حقیقی الله متعال قرار بدیم. الا
این به معنای آگاهی هست. ای مسلمانان آگاه باشین. ای مسلمانانو، انا انزلنا الیک الکتاب، مونږ نازل کړی تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قدرت او عظمت په حق سره دغه کتاب. فاعبد الله، نو عبادت وکړه د الله مخلصا په ډیر اخلاص سره. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه امس اخلاص درلوده، له دین چې قانون او شریعت خاص د الله، حق به هغه درته تعینوي، د انسان حق، د حیوان حق، د ښځو حقونه، د سړیانو حقوقه، د ګاونډیانو حقونه، د مسلمان حق، د غیر مسلمان حق، د ماشومانو حق، دا ټول به الله درته تعینوي. الله با خبر اوسئ ای مسلمانانو. لله الدین الخالص، خالص دین د الله د پاره ده. دلته لام کې علما وایي چې په لله کې دا لام چې ده لام تخصیص ده، یعنی خاص لله سبحانه و تعالی. لله خاص برای الله هست. الدین الخالص یعنی دینی که در اونجا تمام احکام شریعت 12 گانه هست. چند قسم شریعت بود؟ 12 قسم. این 12 قسم شریعت چی بود؟ احکام اعتقادی اسلام. یاد هست خیلی صاحب؟ احکام اعتقادی یاد بگیم، در سابقه یاد نداری. یعنی نظام اعتقادی، نظام عبادات 2، نظام اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلام 4، نظام سیاسی اسلام 5، نظام قضایی اسلام 6، نظام اقتصادی 7، نظام مالی اسلام 8، نظام تعلیمی و تربیوی اسلام 9، نظام فرهنگی اسلام 10، نظام دعوتی اسلام 11 و نظام عسکری و جهادی اسلام 12. پس اینمی الله را عبادت بکو که دین با اخلاص برای کی باشه؟ بر الله باشه، که امی 12 قسم حاکمیت مربوط کی قرار بیتی؟ الله بیتی. فهمیدید نه؟ یعنی یک آیت تفسیر قرآن بخوان اما تو با فهم عمیق بخوان. خوشحال نباشین که والا صاحب استاد بر ما در یک روز مثلا 20 آیت یا 40 آیت درس داد. یک آیت که عمیق بفهمی شخصیت تو را، فکر تو را، اخلاص تو را، تقوای تو را، کلش تغییر میده. اگر یک آیت دقیق بفهمی. فهمیدین نه؟ الله متعال میگه الا آگاه باشین لله الدین الخالص. دین خالص یعنی حاکمیت 12 گانه. فهمیدین نه؟ در 12 چیز مربوط کی است؟ خاص بر کی است؟ به الله است. به الله است. اگر اقتصاد جور میکنی هم باید اقتصاد مطابق چی جور بکنی؟ قرآن جور بکنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسایی که در چیزای غلط پول خود مصرف میکنن برادر چی هستن؟ همین قانون اقتصادی نیست؟ کلوا واشربوا، بخورین و بنوشید، ولا تسرفوا، اسراف نکنید. این قانون اقتصادی نیست؟ ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک. دستتو نکن مثل کسایی که دستش شکسته باشه در گردن خود آویزان کرده باشه. اولادش بیچاره میخواد که پدرم 1 کیلو گوشت بره، این تمام روز برش سایبونم کدوکک و کدوچه و کدوگک و کدوچه، دل خانم خود کتوشکای خود از اصل کدو خورده سیاه کرده. الله میگه ولا تجعل یدک مغلولة الى عنق. بسیار دستتو دکردن ولا تبسطها کل البسط. بسیار درازم نکن که هر روز دیگه چیز نیست دیگه تمام روز 3 کیلو 4 کیلو کباب میخوری. ایناله در بین از چی باید داشته؟ وسطیت داشته باشه. وسطیت در اقتصاد خودش یک قاعده اقتصادی نیست؟ هست نیست؟ در قرآن اقتصاد هست نیست؟ در قرآن اقتصاد هست، اما به شرطی که ما قرآن عظیم الشانه بگیریم و با دقت قرآن عظیم الشانه بخوانیم. خب وقتی که دین خالص، عبادت خالص، اطاعت خالص و حاکمیت خالص مربوط به الله میشه، پس این ذات تو عبادت کردی. خب خیلی کسایی که بغیر از الله به مخلوقات، به بت‌ها و قبرها میرن، بت پرستی میکنن و قبر پرستی میکنن، و بت هم مجسمه یک شخصیت خوب است و قبر هم قبر یک شخصیت
خوب است. حال کسایی که بت پرستی و قبر پرستی میکنن دلیلشان چی هست؟ وقتی که پیش از اونا میرفتن والذین اتخذوا، الله میگه کسایی که بغیر از الله مخلوقات به عبادت گرفتن، اولیاء و دوستای خود گرفتن. دوست مخلوق اصلا دوست اصلی ما و شما الله هست و ما اولیاء الله را به خاطر از این دوست داریم که اونا دوستای الله هستن. دوستی اولیاء الله فرعی هست. چی هست؟ دوستی حقیقی دوستی الله هست. پس ما اولیاء الله را به خاطر الله دوست داریم. فهمیدین یعنی؟ ما نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین چرا دوست داریم؟ به خاطری که اینا الله را دوست دارن. وقتی اینا الله را دوست دارن ما همینا را دوست داریم. و ما دشمنای الله را به خاطر قواره و رنگش بد ما نمیایه. اما یک امریکایی است به نام جوزف ادوارد استیس، مسلمان شده، من بسیار دوستش دارم. امریکایی است، از تکساس امریکا هست. متوجه هستین؟ در مجلس‌های ذاکر نایک میاد، سفید آدم هست اونجا گپ میزنه. حالا ما خو یک کس رو به خاطر امریکایی بودنش یا آسیایی بودنش یا شرقی بودن و غربی بودن خب بعدش نمیم. بعد موکیمه کسی که دشمنی خود کت الله، فهمیدی یعنی؟ اظهار کنه دشمن ما هست. پس الله متعال میگه که والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که دوستی حقیقی خود دوستی مخلوق گرفتن و به قبر از او و به مجسمه از او عبادت کردن، دلیلشان چی است؟ الله متعال در قرآن عظیم شان میگه اونا دلیلشان این بود که میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما یار عبادت میکنیم به خاطر که اینا ما را به الله چی میکنن؟ قریب میکنن. یا کی هستن؟ یا سکرتر هستن، یا رئیس دفتر الله هستن، یا مقرب الله هستن. ما میریم مریضی خدا برازی میدیم، مثل به پادشاه میری پیش سکرترش، ما پیش از یا میریم. الله متعال در جواب از اینا گفته که الله الصمد، الله بی نیاز است. الله به رئیس دفتر و سکرتر نیاز نداره. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، وقتی که بنده های ما در مورد ما پرسان بکنه الله متعال میگه من به بنده خود نزدیک هستم. وقتی که خود الله به ما نزدیک است چه نیاز داره پیش سکرتر بریم؟ فهمیدین نه؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، الله متعال میگه کسانی که بغیر از الله کسای دیگر دوستای خود گرفتن و اونا را عبادت میکنن، پیش از قبرهایشان یا پیش مجسمه هایشان میرن رکوع میکنن، سجده میکنن. متوجه هستین؟ یه چی هستن؟ دلیلشان چی است؟ وقتی برشان میگه شما الله را عبادت مشناسین، میفهم الله را عبادت میگن، خیلی پیش از این قبرها و پیش از این بت‌ها چرا میرن؟ باز میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما خیال عبادت نمیکنیم بلکه عبادت میکنیم به خاطر از اینکه اینا باز چی شون خوشحال شون به این نظر و به این گوسفندک و به یا باز می عریضه ما را چی کنه؟ برای الله ببره، ما رو به الله زلفا یعنی نزدیک بکنه، به نزدیک کردن. فهمیدین؟ الله متعال این فلسفه و منطق از اینا را رد میکنه. چی میگه؟ میگه ان الله یقینا که الله متعال یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، الله حکم میکنه در بین از اینا در آنچه که اینا چی میکنن؟ اختلاف میکنن. همین اختلافات را که بت پرستا، مخلوق پرستا، قبر پرستا ایجاد کردن و صف مسلمان ها را مشکنانن، صف انسانیت که انسان‌ها کلشون باید یک صف موحد قرار داشته باشن، مثل صف ملائکه باشه. همین صفی که خراب اینا میکنن، اینمی مردم ها را الله متعال میگه که این اختلافات اینا ایجاد میکنن، دیگه الله متعال باز در موردشان حکم میکنه، یعنی در روز قیامت باز یا روی سیاه میشه. یک تعداد عیسی مسیح علیه السلام و مجسمهش ساختگی جور کردن و رو پرستش میکنن. الله متعال باز دیگه آیت قرآن میگه که باز الله بر عیسی ابن مریم میگه یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، آیا این عیسی ابن مریم الله متعال عالم الغیب است میفهمه و عیسی علیه السلام پیغمبر معصوم است، نه؟ پس چرا عیسی علیه السلام چی حکمت است که الله متعال در روز قیامت از عیسی علیه السلام پرسان میکنه؟ به خاطر از اینکه از زبان خودش کسایی که سر از این تهمت کردن کل پاپ جان پال و پاپ جان بکیت و پاپ فرانسیس و پاپ فلانی و کشیش فلانی و فلانی نصرانی و افغانیایی که حالا میرن در جویک چه خدا میکشن یا کلشان در روز آخرت شرمنده شوند که عیسی علیه السلام از اینا بیزار است. عیسی علیه السلام از اینا چی است؟ بیزار است. چی خدن؟ الله متعال برش میگه یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، آیا تو برشان گفتی
که مرا و مادر مرا هر دوی ما را اله بسازین، معبود بسازین، بغیر از الله بیاین عبادت ما را بکنین، مجسمه های ما را در معبدایتان اویزان بکنین. عیسی علیه السلام برای الله متعال چی میگه قاریسن؟ قال سبحانك یا الله پاکی اسم تو را ان كنت قلته فقد علمته. اگر من این گپ گفته باشم تو خوب میفهمی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. یا الله آنچه که در نفس من هست او را تو خوب میفهمی. اون چیزی که پیش تو هست علم تو را من نمیفهمم، آنچه که در نفس تو هست. ما قلت لهم انك انت العلام الغیب. یا الله تو علام هستی، بسیار میفهمی و کل غیبا را میفهمی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. ما برشان نگفتم مگم چیزی را که یا الله تو بر من امر کرده بودی. چی امر کرده بود؟ ان اعبد الله ربی و ربکم. فهمیده؟ یعنی که شما عبادت کنین رب مرا، خالق مرا. پس عیسی علیه السلام هیچ کس نگفته که بیا مرا عبادت بکن. حالا نصرانی ها کی عبادت میکنن؟ ها؟ عیسی مسیح عبادت میکنن. و اینجا خود عیسی علیه السلام چی میکنن؟ گپ از اینا را کلش برشان رد میکنه. خب الله متعال میگه که دلیل بت پرستا و قبر پرستا همی است که اینا میگن که ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم، این بت ها و قبر ها را الا مگر لیقربونا، به خاطر که اینا ما را به الله نزدیک میکنه. ما ریسیا هستیم، ما شرمنده هستیم، ما پیش الله رفتن نمیتونیم، باز پیش از یا میریم که بازیا چی کنه؟ عرضه ما را به الله پیش بکنه. میگن نمیگن؟ میگن زلفا به قریب کردن. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. یقین داشته باشین که الله متعال حکم میکنه در بین از اینا، فیما در آن چیزی که هم ایشان فیه در آن یختلفون اختلاف میکردن. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. الله متعال او کسی که بسیار دروغگوی باشه و بسیار ناسپاس باشه، الله او را هدایت نمیکنه. کی را الله هدایت نمیکنه؟ یکی کاذب دروغگوی، یکی ناسپاس. الا آگاوسی لله خاضی الله تپاره ده الدین الخالص، خالص دین، خالص قانون، دولت حاکمیت خاضی الله تپاره ده که اعتقادی ده، که عبادات و حاکمیت ده، که اقتصادی ده، که سیاسی ده، طول. والذین اتخذوا من دونهم، او هغه خلق چې بغیر الله نه نور معبودان اولیاء دوستان ځان ته اختیاری بیا دوی عبادت کوي، نو دا بت پرستان او قبر پرستان به څه استدلال کول؟ دوی به ویل چې ما نعبدهم، مونږ د دې بتان او د دې قبرونو عبادت نه کوو الا مگر د دې لپاره دوی ته نظرونه وړو، دوی پخو ته حیوانان ذبح کوو، اولادونه دوی ته وړو چې شفایاب سي، الا مگر د دې لپاره لیقربونا چې مونږ نزدیکی الی الله، الله ته زلفا په نزدیکولو. ان الله یقینا الله سبحانه وتعالی وایي چې یحکم الله به فیصله وکي بینهم د دوی ترمنځ فیما هم فیه یختلفون، په هغه شیانو کې چې دوی اختلاف کوي. ان الله یقینا الله سبحانه وتعالی لا یهدی هدایت نکوي من هغه مخلوق چې هو کاذبون دروغزن ده. دروغزن کوم انسان ده؟ هغه انسان ده چې په الله باندې تهمت کوي. دروغگو کی است؟ کسی که سر الله تهمت میکنه، یک چیزی را الله برش نگفته، ای برش از دل خود جور کرده، یک بدعت جور کرده، بدعت بت پرستی، بدعت قبر پرستی، بدعت سی خدایی. این بدعت های اعتقادی است. یا دروغگوی هستن که سر الله تهمت میکنن. و دیگه چی هستن؟ کفارن، بسیار ناسپاس دی. یعنی الله متعال ورته ډیر نعمتونه ورکړی، د الله د نعمتونه استفاده نه کوي، د شکر نه کوي، په ضد د الله د دین مخالفت کوي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.